درود بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه انیس کنجی تنهایی پیشنهادی شماست این لحظه و این ساعت از تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان. قهرمان نوبتی برنامه ما هستند غالب دور سیوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شریفه و مسلمه. خوب شما رو با برنامه خوش اومدید میگویم. رحمت. بیاید سر اول خود را خوبتر معرفی کنید، بگویید که شما از روی کدام نمونه در این آزمون اشتراک کردید و طول چند سال است که در آزمون اشتراک میکنید؟ من شریفه مسلمه خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه می باشم. سال پنجم است در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیون های گوناگون اشتراک می نمایم. امسال باشد مهارت و ملکه خود را از روی نامیناسیون ایجاد نظم سنجیدم و تا به دور شهری راه خط یافتم. احسن به شما. خب شما بگویید که در این طول 5 سال، یعنی از آغاز این آزمون جمهوری، یعنی شما از سال اول این آزمون همچون اشتراکچی بودید و در این 5 سال از روی کدام نمونه ها اشتراک ورزیدید و سبب چی بود که شما هر سال تغییر دادید نامیناسیون خود را؟ من 2 سال اول از روی نامیناسیون خواندن و اجرا کردن آثار ادیبان معاصر اشتراک نمودم. سال سوم باشد از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه و سال چهارم و پنجم از روی نامیناسیون ایجاد نظم اشتراک نمودم. خب سبب اساسی تغییر دادن نامیناسیون خود در چی بود؟ من میخواستم مهارت و ملکه خود را از روی همه نامیناسیون ها بسنجم و یعنی همه طرفه این آزمون را آموزم، چی از آثار ادیبان معاصر باشد، چی از بچگانه و چی ایجادی نظم، مهارت و ملکه خود را بسنجم. اگر شما حالا در دور شهری سزاوار جای نمایان گردید، این یک غالبیت است، یک موفقیت شما هست. متمنا میکنیم که در دور جمهوری نیز سزاوار جای نمایان گردید و اگر شما در دور جمهوری امکان پیدا کردید، آیا میتوانید که برای شاه جایزه رقابت برید؟ البته، چرا نه؟ خب چون شما از روی نامیناسیون ایجاد نظم برآمد کردید، خب پس بگویید که سرچشمه ایجاد شما از کجاست؟ من وقت در این طول 5 سال اشتراک کردم، کتاب خوندم، آموختم، مطالعه کردم، یک الهام در من بیدار شد، یک حسی شاعری، یک حسی به دست گرفتن قلم در من بیدار شد و من رو به شاعری، رو به نوشتن شعرها آغاز کردم. خب پس می توانید که در آغاز برنامه برای ما یک شعر از ایجادیات خود قرائت کنید و بعدا دایر به آن شعر و بعدا دایر به ایجادیات خود حرف میزنیم و صحبت خود را جالبتر خواهیم کرد. ملش، من میخواهم شعر دوشنبه را برای شما و بینندگان پیشکش نمایم. مرحبا. دوشنبه شهر صلح و وحدت است. صلح و وحدت اقتدار ملت است. شهر سبز و خرم است و شهر زیبا و جوان، با همه این زیب و زینت افتخار ملت است. دهه کوچک بود، دهه خراب و ناتوان، با قدوم پیشوا شد پای تخت تاجیکان. سروری با آر و ناموس شهر سبز آباد کرد. کودکستان باغ و مکتب بهر ما بنیاد کرد. مردمی با ترس و وهم را از همه روی جهان جمع آورد. پیشوای مهربان تاجیکان. صلح می آرم، پیشوا گفت با ازمینکو. زان زمان روی تخت تاجیکان آمد او. سروری با آر و ناموس شهر سبز آباد کرد. کودکستان باغ و مکتب بهر ما آباد کرد. در چنین شهر دلارا نغمه خواند اندلیب، شد بهشت روی دنیا دوشنبه دلفریب. احسن به شما. واقعا هم خیلی شعر عالی ایجاد کرده اید در وصف دوشنبه عزیز پایتخت تاجیکستان. و آیا شما در وصف وطن تاجیکستان کشور عزیزی ما شعر ایجاد کرده اید؟ بله، در وصف تاجیکستان. مرحبا. تاجیکستانی عزیزم، شکر صلح و وحدتت هست. خاک تو گلفشان مهر پرور ملتت. در همه روی جهان هرگز ندیدم مثل تو. صلح پرور سرورت، شأن و شکوه دولتت. تاجیکستانی عزیزم، ای دیار بهترین. تاجیکستان اختر من، تاجیکستانم نگین. به تو خورم
ای دیار دلربا و دلنشین، می شکوفم همچو گلها من در این تاجک نشین. احسن. خب مسلمه، شما در ایجاد نظم کی را به خود استاد قبول کرده اید در این راه ایجاد؟ بسیارتر مشق قلم را همراه پدرم میکنم. آن کس نه شاعر هستند نه از شاعری با خبر، ولی من بسیارتر کوشش میکنم که در شعرهایم یعنی سخن را، مشق قلم را از زبان خوانندگان شنوم، چون که شخص وقت شاعر می شود شعر او را شاعر نه بلکه خواننده می خواند. از همین سبب من بسیارتر زبان خوانندگان را گوش میکنم که به آنها چی پسند است. احسن. خب شما به حکمان نقطه سنج آزمون دور شهری چقدر شعرها پیشنهاد کرده بودید و موضوع اساسی اشعار شما چیست؟ در اشعار من موضوع اساسی وجود ندارد، یعنی در هر موضوع شعر ایجاد میکنم. در دور شهری من 50 رباعی و دیگر نوعهای شعری، شعرهای وطن دوستانه و شعرهای بچگانه پیشکش آنها کرده بودم. بهترین. احسن. خب برای ما شعرهای وطن دوستانه البته در اول قرائت کردید و پس بیایید یک چند تا رباعیات از رباعیات خود قرائت کنید. انتظارت بشدم نیامدی پشت درم، در سراغ دیار جان بالاخره در بدرم. چشمکم پر آب شد ننموده نظره، دلکم زرداب شد آب و ادا شد جگرم. دلم را پاره پاره کردی رفتی، شبم را بی ستاره کردی رفتی. در آسمان ماندم من ماه تنها، تو ماه را ماه پاره کردی رفتی. اگر من شاعرم شعرم تو هستی، اگر من عاشقم عشقم تو هستی. اگر من یک کتاب کهنه هستم بدان زیباترین سطرش تو هستی. عاشق و شیدایتم ای عزیز دل من، مجنون لیلایتم ای عزیز دل من. تو مجنونی بی وفا ندانی لیلات کجا، آواره و گدایتم ای عزیز دل من. احسن به شما. خب پس بیاید باز ما از زبان شما یک شعر دیگر بشنویم. من میخواهم شعر پدر رو قرائت کنم، چون که پدرم یک نقش رو در این آزمون برای من بازیدند، همه شرایط ها رو برای من مهیا کردند. تشکر میگویم به شما پدر جان که در پستی و بلندی زندگی همراه هم بودید، نموندید رو افتاده شوم و تا به این جانب آمده رسیدم، به قله های بلند آمدم. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک گوهر نایاب، پدر باشد ره آموزم چو خورشید جهان سوزم. غزل های جوانیم برای او بیاموزم. پدر جان خاک پایت را، پدر یک کف دعایت را برای من وصیت کن. پدر جان نام نیکت را، در این دنیا به داد من نیامد هیچ کس، اما پدر بود در کنار من شدم خوشبخت در این دنیا. احسن به شما. و واقعا بینندگان عزیز چگونه که مشاهده می نماید در نزد ما تمام اون دستاوردهایی که مسلمه شریفова به دست آوردند البته به نمایش گذاشته شدند و واقعا هم نتیجه کتابخوانی و کتاب دوستی مسلمه بانو هستند و شما نیز کتابخوان و کتاب دوست شوید تا با چنین دستاوردها نائل و سزاوار گردید. و مسلمه می گفتید که شما در یک شبانه روز بیشتر وقت خود را به چی کارها می بخشید؟ من بسیارتر دختر کلانی خانه هستم، کارباری خانه را میکنم. در وقتهای خالگی و در شبها به کتابخوانی به کتاب مطالعه کردن و الهام می آید و به شعر ایجاد کردن 1.5 یا 2 ساعت وقت خود را صرف میکنم. احسن. شما در آینده کی شدن میخواهید؟ آیا میخواهید که راه ایجاد را ادامه دهید؟ بله، من در آینده راه ایجاد را ادامه میدهم. یعنی بغیر از شاعر شدن، شاعر هم یک کسب خود را دارد، یعنی بغیر از ایجاد کردن من میخواهم در آینده راوی شوم، یعنی در تلویزیون برآمد کردن را بسیار از خردسالی میپسندم. یعنی شما میخواهید که پس از ختم مؤسسه الکی شما صنف 9 میخوانید و انتخاب کردید راه ژورنالیستیک را. بله. خب پس ما برای شما موفقیت خواهان هستیم.
مسلمه برای پدرتان شما شعر قرائت کردید، اکنون میتوانید برای مادرتان نیز از ایجادیات خود یک شعر دیگر قرائت کنید. بله. مرحمت. با هزاران آرزو و اعتماد دستی من بگرفته راه آموخته، با همان دستان لرزان آچجان کاکلان موش بویم بافته، دختری چیل کاکلم می گفته، تفلکی چون بلبلم می گفته، چون بزرگ گشتم رفتم از برد، چشمی حسرت بر رهم می دوخته. احسن مسلمه، بار دیگر شما را به این غالبیت مبارک باد میگوییم و واقعا هم من بسیار میخواستم که با شما همچون نفر دانشمند ساعتها صحبت کنم. صحبت ما جالبتر خواهد شد، ولی متاسفانه وقتی که با برنامه ما جدا شده است الکی به انجام رسیده ایستاده است و شما در آخری برنامه به تمام اون نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادند چی گفتنی ها دارید؟ با آن نفرانی که ما را از پشت آینه نیلگون تماشا میکنند گفتنی هستم که وقتی خود را بهوده صرف ننمایند با کتاب و کتابخوانی رو آرند، چون که این کتاب و کتابخوانی بود که مرا به این جاده آورد، به این قله های بلند رسانید و این کتابخوانی بود که من حالا در نزد دیگران برآمد میکنم و حتی در شهرهای خارجه برآمد میکنم، یعنی به دیگران کوتاه کرده گویم گفتنی هستم که وقتی پرقیمت خود را بهوده صرف نکرده رو به جانب کتابخوانی آرند. احسن به شما بینندگان عزیز، واقعا هم هر نفری که در برنامه ما اشتراک میکنند ما و شما رو تلقین میسازد تا کتاب بخونیم، کتاب دوست باشیم. از اینجا برمیآید که آنها از کتابخوانی به جای رسیدند و یادآور میشویم که قهرمان برنامه ما بودند مسلمه شریفова و اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی و غالب دوره سیومی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، البته در دوره شهر دوشنبه. و بار دیگر شما رو با برنامه خوش آمدید. تشکر زیاد. اکنون بینندگان عزیز در اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنجی تنهایی. تا برنامه دیگر شاد و مسرور بمانید و همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید. خیر.